سلام خدمت همراهان همیشگی کارگزاری بانک تجارت. یکی از رایج‌ترین و بهترین روش‌های پرداخت معاملات بین‌المللی اعتبار اسنادیه. اعتبار اسنادی یا همون LC که مخفف لتر آف کردیت هست، نوعی اسناد تعهدآورن که مؤسسات مالی اعتباری و یا بانک‌ها صادر می‌کنن که به موجب اون تعهداتی بر عهده میگیرن که در مبادلات تجاری بین‌المللی میان اشخاص حقیقی و حقوقی از قبیل دولت‌ها نقش واسطه‌ای یا ایفا میکنن تا اون مبادله به نحو بهتری اجرا بشه. این سند از یک بانک که تضمین میکنه که پرداخت خریدار به فروشنده به موقع و با مبلغ قید شده و تعیین شده انجام بشه. در صورتی که خریدار نتونه مبلغی را برای کالاها و محصولات خریداری شده پرداخت کنه، بانک مکلف مبلغ کامل یا باقی مانده خرید رو تأمین کنه که ممکنه به عنوان تسهیلات ارائه بشه. با توجه به ماهیت معاملات بین‌المللی از جمله عواملی مانند فاصله کشورها، قوانین متفاوت در هر کشور و دشواری در شناخت هر یک از طرفین، استفاده از LC به یک جنبه بسیار مهم در تجارت بین‌المللی تبدیل شده. فرض کنید که شما جهت واردات ماشین‌آلات برای استفاده در کارخانه خود با شرکت تولید کننده در خارج از کشور قرارداد بستید. طبق قرارداد با یکدیگر، شما به عنوان خریدار باید LC رو باز کنید. در این حالت LC توسط بانک شما باز میشه و ذینفع اون فروشنده ماشین‌آلات در خارج از کشور است. LC ضمانتیه که توسط بانک شما به فروشنده ارائه میشه. مبلغ تحت LC طبق شرایط و ضوابط ذکر شده به اعتبار اسنادی منتقل میشه. میتونید برای باز کردن LC به بانک خود مراجعه کنید. متصدی بانک به شما کمک میکنه تا فرم‌های لازم رو برای باز کردن LC پر کنید و مقدمات لازم رو طی کنید. گشایش LC به بیان ساده از 4 مرحله تشکیل شده. در مرحله اول، قبل از اینکه خریدار و فروشنده برای گشایش اعتبار اقدام کنند، باید بر سر معامله توافق کرده باشند و اسناد و مدارک مربوط به این معامله را در اختیار بانک گشاینده قرار دهند تا ثابت کنند که معامله در راهه و بعد از ارائه این اسناد و مدارک درخواست خودشونو برای گشایش اعتبار اعلام کنند. در مرحله دوم، بعد از اینکه خریدار اسناد مربوط به کالای مورد نظر خود رو به بانک گشاینده ارائه کرد، این اسناد در اختیار فروشنده قرار گرفته تا به تولید و ساخت و بسته‌بندی کالای درخواستی اقدام نماید و مطمئن باشه که کالای درخواستی خریدار داره و این اطمینان را بانک گشاینده با ارائه اسناد خریدار به وی می‌دهد. در مرحله سوم، بعد از اینکه کالای درخواستی ساخته شد، از طریق بانک گشاینده به خریدار تحویل داده میشه و مبلغ اون هم از طریق همون بانک گشاینده به فروشنده پرداخت میشه. در مرحله آخر، خریدار کالایی رو که سفارش داده بود از گمرک کشور خودش و بنادر مربوطه دریافت میکنه و اسناد دریافت رو امضا و در اختیار رابط قرار میده. اما جزئیات دیگری هم توی این روند وجود داره که ممکنه فقط مختص خریدار یا مختص به فروشنده باشه. مثلا خریدار باید اجازه واردات و ثبت سفارش رو توی کشور خودش دریافت کنه و باید برای بیمه کالای خریدار شده از یکی از بیمه‌های بین‌المللی استفاده کنه. یکی از کارهایی که باید فروشنده انجام بده تهیه بارنامه سیاهی کالا و گواهی مبدأ است. و در انتهای کار هم خریدار باید پروانه ثبت گمرکی را به بانک ارائه نماید. موفق و پیروز باشید.